یک قصه برای خیلی жизненный زنک خطی مردک چند سال زندگی میکنن آرزو میکنه که مردک دیگه سورپریز کنم ای کار برگشته مغازین میداره یا دیوان میخره میبره خونهش خمش نگاه میکنه طرف دیوان میگه خیلی مردک سر اونا ای کار دیر میبیم دیوان ساز کنم میگه دیوان ساز میکنه پشت خونهش خطی با تراموای میگذاشته همون وقت ساز میکنه ای دور رسیدم تو آرزو هست که تراموای میگذاره دیوان یا طرف بشه تیت پیت میشه با میگیره ای سر ساز میکنه با هم خیلی رسیده آرزو هست با تراموای میگذاره با چاشی پاش میشه این کرد نمیشه میره مرده که همسایه رو فیرو میکنه میگه بیا سسید هم خیلی کار رو برو هم خیلی مرده که همسایه میگیره ساز میکنه تراموای میزگره با دیوان چپ میشه گفته خیلی نمیشه این بالاش در چی وزبین ماننده کن دیوان ساز میکنه مرده که همسایه میگه بیا من تی دیوان میدارم میبینیم آخه کجاش همین هوی میشیده باشه تو روش دیبز وزبین تو تراموای گذاشتنه مردک در تا زنک در بالا تو دیوان هم خیلی جنباش کردن صاحب خانه میداره دهه درد نگاه میکنه پاپوشای بگونه میداره خانه نگاه میکنه زنک تو دیوان به تختی پش خو ایتی دیوان دو پاچه توفته است نگه برادر تو کی در تی دیوانی میخوی احساسیت بگه ما سبحان تراموایش دارو سلام علیکم یک قصه نوبتی نقل میکنیم در باره پاییز در پاییز دو تا کونته میشینن در پاییز رفته سیان یه حسشاو میشه خیلی کونته همه ده معلوم یا تاش طرف یا تاش میگوخ یک یا عادیخ نمیکنیم یه گفته نه یه پاییز پری آدم های میبینن عیب میشه و شرمنده بشیم یه خیلی درست نیست ای بیا گفته این پراویر که میکنیم این پاییز ده یک کس پروای یک کس نداره فهمیدی گفته چه خیلی یک کس پروای یک کس نداره اینا گفته آوازی بلند خطی بود که برادرای یک پیاله اوکی ای جوش میخزه براتنا که پاییز ده آدم خداته از یک کس یک پیاله آب بتیه یک تا بیچاره رو گوش نمیکنه همون تا سهر عادیق میکنم پروادی سهر بر وقت میخزه راستی توالت یا آدم به شکم زدگی خواب میبردارش هنگم دار نداره میگه اخه چو کرد آخه چو کرد این میگه نمیدونم رفیق پروادین تو پیش همین توالت آمدم سرم گیر گشت حلقم قاق شید چشمام شو زد اگم بچه غیر نکرد یک اون آدم یک پیاله آب بتید نه من گفته در این پاییز شما های نو مردک یک پیاله آب پرسید تو سهر گویدن شه بسیار برادرها سوال میتونن که چوب ویدیوهای نو برآمده است برادرها ای شما خواهش میکنم که برای هر یک ثبتی مرا هر یک ویدیوی مرا دیدن شنیدن باید شما پدپیسکه داشته باشین هم خیلی نرچلی که جلد نکنین وقتی که نرچلی که جلد نکردین هر لحظه مرا میبینین